حالتی که جنوب شده ماند آدم دهنی روزه که باز که میشد یا نمیشد یعنی همین چیز. احتلام شود، یعنی خوابش اند جنوب شود، درست؟ همیشه بله، غسل کردن ممکن، غسل کردن یگان مانعیت ندارد. فقط اصلا آدم غسل کند، آدمی سالم از هیچ جاش آب نمیدارد، از گوشش آب نمیدارد. اگر از گوش آب درآید اون گوش کسل است. الله سبحانه و تعالی همین خیلی آفریده است که اگرچه اینجا سوراخی هست لیکن آب نمیدارد. آب که در آمد اینجا بیماری هست. وقتی که غسل میکنید آب به گوش نمیدراید اصلا، یعنی که روزتون نمیشکنه تا از دهان، از حلق یا از بینی از حلق نگذرد، یعنی که روزتون نمیشکنه. بعضی صحابه ها مابین سنگ کافتگی بودن، خودی همین تغاره های کلانی که آزی داریم ونه ها، سنگ همین خیل مابینش سوراخ کرده، در داخلش آبی خنک انداخته، در هواهای تصفان جزیره عرب در آمده میشند. روزا دراز بود، روزهای گرم بود، کانسنرا نبود اون وقتا، در زیر همون در آمده کمتر سلقی میشه، یعنی که تا گله در آب بودن. امام بخاری در صحیح بخاری نقل کردن، یعنی که روزشون نمیشکست. غسل کردن. دخل شعبیون الحمام، امام بخاری گفتن که شعبی به حمام در آمد و هو صائم، حالان که او روزه دار است. مهم این است که خوردن ممکنه، نوشیدن ممکنه، علاقه جنسی ممکنه، اما حمام کردن ممکن است. خود کوشش کنید که آب نگذرد از حلقتان.